اگه همیشه سر دورایی درس خوندن و نخوندن گیر میکردی و میکنی، این ویدیو برای توه. وقتی 15-16 سالم بود رفته بودیم المپیاد ملی. اینجوری بود که هر کی تو رشته خودش با استادای دیگه رقابت میکرد. رشته من طراحی وب بود. تو اتوبوس که نشسته بودیم و داشتیم میرفتیم به سمت محل برگزاری المپیاد، دیدم یه پسره بور با کلی ککومک رو صورتش نشسته. رفتم باب صحبت رو باهاش باز کردم. گفتم با درس و مدرسه چطوری؟ گفت ترک تحصیل کردم. گفتم رشته چیه تو المپیاد؟ گفت شیرینی پزی. اون زمان با اون سن کم متاسفانه تو دلم مسخرش کردم. هم به خاطر اینکه من تیسوشون درس میخوندم و اون ترک تحصیل کرده بود، هم به خاطر رشتم که حس میکردم یه سر و گردن از رشته اون بالاتره. اون پسر بور ککومکی الان بنیانگذار و صاحب یکی از بزرگترین و معروفترین قنادی‌های این شهره. وب دیزاینرها ناراحت نشن، ولی پول چند ماهشون رو تو چند روز در میاره. از همون دخل قنادی کلی ملک و املاک و ماشینای لوکس خریده. من نمیگم درس خوندن بده، نمیگم لزوما ترک تحصیل کن، ولی وقتی میبینی خیلی‌ها میگن فقط با درس خوندن نمیشه به جایی رسید، نگو من فرق دارم، من میتونم، من میرسم. تحصیلات آکادمیک تو هر سطحی که دوست داری ادامه بده، اما همزمان باهاش از همون 17-18 سالگی یا حتی سنین پایین‌تر هم یه مهارت و جدیات بگیر، هم پول درآوردن. از همه مهمترین که باید بدونی ممکنه نتونی به رشته دانشگاهت وفادار بمونی و درآمدت کاملا از یه مسیر جدا از رشته تحصیلیت حاصل بشه.